همین دستا در پیشیم خیلی. بابای حاجی گفت من نمیدونم گفت شما را چه خیلی تشکر کنم. دختردارا گفتیستی. من نمیدونم گفت خدمت چه خیلی تشکر کنم. هزار رحمت گفت بر همین تربیه که همین دختر تا کردی. ای روزی که همین دختر شما آمد گفت به خدا کی گپای اموای. ای روزی که همین دختر شما آمد گفت ما در خانه قرآن نداشتیم. نمی همه ما را قرآن خون کرد. گفت من خودم قرآن میخونم، زنم قرآن میخونم، بچه‌ام قرآن میخونم. ولی گفت نه گودککارم یاد دادیسای همین که میشینیم گفت رنگ لای دسترخوان در چایخوری واری همین که میشینیم ما قرآن میخونیم به خدا گفت راحت میکنیم. دیگرگون شدیم گفت. ما گفت همین خوابی کدگی ما گفت ساعت 9 میخیزیم 9 داده چای میخوردیم. ولی ما در ساعت 6 چای میخوریم. همین منتداری کرده کمبودی ها و لغزش ها و خطاها و که در حال حیات از این بنده سرزدگی ها را خدای مهربان با فضل کرامت بخشیده بگردانی و الله مهربان خانه قبرش بر روضه از روضه های جنتت مبدل بگردانی. از او فرزندایی که باقی مونده است خدای مهربان فرزندا را عمری دراز و ایمان کامل و سعادت دنیا و آخرت نصیبشون گردانی. برادران عزیز و گرامی، یک لحظه که اندکی را غنیمت میشماریم و یک حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتم میگذاریم و از الله مهربان فقط دعامون همین است که اولا الله را سپاسگزاری میکنیم که ما امروز زبان حدیث خوانی داریم. ما امروز گوش کننده داریم. ما الله را سپاسگزاری میکنیم که نشست های داریم که مردم ما الله مهربان خیرشان بتد. اگرچه خوراک هاشون هم که میخورن ولی با میبینی که در مردم میل و خواهشی گوش کردن پند و نصیحت های و مردم هم میداند که این یکی از نیازهایی هست که برای مردم بسیار مهم است و الله را ما بسیار سپاسگزاری میکنیم که دقیقه ها هم که باشد گاه این خیل لحظه ها هم برای ما و شما فرا میرسد. الله مهربان رحمت کند شیخ سعدی را. انشاءالله بعد این من حدیث پیامبر میخوانم برای شما. میگوید ما را بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. هر دم که در حضور عزیز بسر بری دریاب که از حیات جهان حاصل آن دم است. نه هر که چشم و گوش و دهان دارد آدمی است، پس دیو را که صورت فرزند آدم است. آن است آدمی که در او حسن سیرت است، یا لطف صورت است دیگر حشو عالم است. هرگز حسد نخورده و حسرت نبرده ام، جز بر دو روی یار موافق که در هم است. آنها که در بهار به صحرا نمی روند، بوی خوش ربیع بر ایشان محرم است. برادر عزیز، الله رحمت کن شیخ سعدی را که هر یک مصرع های این هم
انسان اگر وقتی که میخوانی و معنای او را درک میکنی بی واسطه هیچ وقت گمانهای نیک در حق همون جناب شیخ سعدی زیاد میشود و میگوی آفرین به همین ها که چقدر حیاتی با سعادت گذرانیدن، حیاتی گذرانیدن که با این مهنت ها و زحمت هاشون امروز از یاد ما، از فکر ما اینها دور نیستن. برادر عزیز ببینید با مهنت ها و زحمت هاشون اگر چند هزارها سال گذشته است ولی باز هم ما از ایشان یاد میکنیم. میگه اگر خونی تا اولا این بیانی که من کردم بخاطر اون است که ماها باید اینها را از ذهنهامون دور نکنیم. ما این خیلی نفرهای مثل شیخ سعدی و مثل خواجه حافظ و مثل عبدالقادر بیدل و امثال اینها مثل مولانای روم و این نفرهای هستن برادران عزیز و گرامی که ما بعضا هم اگر از مصرع‌های اینها یادآوری هم کشیم به خاطر میگیم در ذهن مردم نامی هم اینها باقی ماند. مردم ما مقصد این را هیچگاه باید که فراموش نکنن. من از این لحاظ برادر عزیز و گرامی گاه این مصرع‌ها را به ذهن هاتون میارم که ما دانیم که پیشتره از ماها چقدر شخصیت های خوبی، چقدر شخصیت های نیکی در ماها بودن و ببینید که برادرای عزیز همیشه انسان از حیات درست، از حیات خوب گذرانیدنش نامش به نیکی میماند. و اگر اهمیت داده باشین حضرت چی گفتن؟ گفتن ما را بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یاری نامتناسب جهنم است. البته برادر عزیز همین لحظه ای که حضرت خدای مهربان برای ما و شما دست داد، ما در مقابل یکدیگر، در روبروی یکدیگر نشستیم، از دیدار یکدیگر و همچنان از نگاه های یکدیگر برخوردار شدیم و بالاتر این که وقتی در بین ما از آفریدگارمان، از خالقمان، از این پیدا کننده نعمت ها که جلال الدین رومی میگو نعمتش را میخوری هر روز و شب، کفر نعمت میکنی ای بی ادب. ما هر روز هر ساعت از این نعمت ها میخوریم. اینها را جواب این نعمت ها چیه یا شکرگزاری این نعمت ها چیه؟ این همین است که برادران ما و شما یک آیت قرآن است، یک حدیث پیامبر است و گوش یکدیگر رسانیم تا همین بندگی و تا خداشناسی از ذهن‌هامون دور نشود، تا اینها ما فراموش نکنیم. در دوام مصرع چی گفت؟ هرگز حسد نخورده و حسرت نبرده. گو من همین دو چیز الحمدلله که در حیات خالی بودم، یکی بر کسی حسد نبردم. حسد خوری بسیار کاخی. حسد بر بالای کسی نبردم. دوم هیچگاه در یگان کار حسرت نخوردم. میگه جز بر دو روی یار موافق که در هم است. یکی در یک حالت هم حسد بردم هم حسرت بردم. اون کدام حالت بود برادر عزیز؟ وقتی که شنیدیم که در فلان منزل یک پند نصیحتی بود، یک گویم گفتگوی علمی بود. من در همونجا وقتی خودم اشتراک نکردم با شیخ سعدی، بر شرکت کننده ها حسد خوردم، حسد بردم که
چرا اینها بدن من نبودم، ولی بر خودم حسد خوردم که چرا من در همونجا اشتراک نکردم. یعنی این لحظه های ما را برادرای عزیز چقدر شخصیت های بزرگم آرزوهای این نشست ها را داشتن. در این خیلی لحظه ها اشتراک کردن اونها هم بینید که حسرت چه همراهشون بردگی هم. از این لحاظ ما از این نشست ها برادرای عزیز هیچگاه به زیان ما و شما نیست، زیرا که قرآن، زیرا که اسلام فقط عبارت های نصیحت های. چگونه یک پیامبرمونم میگفت که دین این سر به سر نصیحت های. همین نصیحت های برادرای عزیز که ببینید در خودمون چی بهبودی های را احساس میکنیم. در کسی که همین دین نرسید، در کسی که اگر همین تعلیمات دین در اون باشد، او را به خودت مقایسه که چقدر فرق بین زمین و آسمان. و همین شکر الله را میکنیم که امروز ما و شما برادران گاه امکانیت های با یکدیگر گفتگوهای پیدا میکنیم یا یکدیگر را پند و نصیحت میکنیم. این بسیار به خیر ما و شما هست. میایم من برادر عزیز به سر حدیثی که خواستم به شما معنا کنم. راوی این حدیث جناب امام ابو هریره هست و جناب ابن ماجه و همچنان بیهقی و امام منذری در کتاب الترغیب و الترهیب شد. همه اینها این حدیث آوردن و این حدیث نقل کردن. این حدیث برادران عزیز و گرامی میگه پیامبر گرامی فرمود که این مما یلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته. برادران شما بینین پیامبر نازنین میگه که برای مؤمن ها یک چند عمل های هست که اگر در حیات اینها انجامش دهند، هر آینه اجر ایرا، پاداش ایرا، ثواب ایرا، خیر ایرا بعد مردنشان میبینن. بین در حیات هم که انشاءالله از کرده این عمل ها عزت میاوی، خیر میاوی، ولی بعد مردن هم این عمل ها برادرای عزیز برای ما و شما در خانه قبر مانه هم بسیار خیر زیاد میارن. اگه وقتی من خواندنشون میگیرم، هر کسی که اگر یکی از همین را انجام داده باشد، خوش به حالش که این حدیث گویم که یک بشارت برای اون نفر میشه. این کی هست؟ گفت علما علمه و نشره. یک نفری که تعلیم علم میگیره برادرای عزیز، بعد علمشا گرفتگی علمشا از علمش مردم برخوردار بکنه. وقتی که همین گویم عالم، همین دانشمند وقتی دنیا را پدرود میگه، ولی الحمدلله که از علم او بسیاری از مردم برخوردار شدگیند. پیامبر گرامی گفتند که خانه آخرت این، خانه قبر اینم از اینه که مردم گوش زد کردگی است برخوردار می شود. یعنی بینید که هر یک مسئله و هر یک عبادت و هر یک عملی را که شما شنیدین و گوش کردین و آموختین و انجامش دادیستین، این هم ثوابش به همون نفری که برای شما ایرا رسانید میرسه، اگرچه در خانه قبره. خدای مهربان رحمت کنه آن کسانی را که از علمشان این علم بینین. از زمانهایی که ما یاد داریم، اگر چندی که اینقدر فراهمی بد نبود، ولی اون زمانها سختگیری ها هم بود، ولی به هر حالم
میشیشتن همون نفرهایی که ختم کرده های بخارا بودن می آمدن یا اینکه در پیش نفری خوانده بودن از همون حکایه ها هست از مصره های شعر هست از همون یک چیزی در بین همون 4-5 نفری که بودن نقل میکردن بسیاری از همین نفرهای را بین کلانسال ها را همین ها از همون مادراشون پدراشون یگان اولادهای ایشان داشتن حاجی داشتن شیخ داشتن از همون ها چیزی آموختن همین فایده همون نفری هست برادر عزیز که اگرچه در خانه قبرم که باشد نفرهایی که از اینا آموختن ثوابش بر روحی آدم رفته است. دویم برادران عزیز میگه اولدن صالحا ترکهو. دویم نفری که برادرای عزیز خانه قبرش نمی رنگی نمی خانه واری کشادی زیبایی گویم به تشویش نفری هست که از پشتش فرزندی صالح باقی میمونه و خودش خانه آخرت میرود. فرزندی صالح، فرزندی خوب، فرزندی که در هر یک گویم قدمش از الله مهربان میترسه، فرزندی که عیده است و زبانش هیچ کس آزار نمی‌یابد. ما در مسئله تربیه فرزند صالح هم برادرای عزیز به اهمیتی بد نباشیم، به اهمیتی بد نباشیم. شیخ سعدی میگفت خرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیبا نتوان بافت از این پشم که ریشتی. ای خاره که تو کلان میکنی تو پگاه خرما خوردن نمیتونی. یعنی مقصد که فرزند تربیه که وقتی که یک نیازی به سخنی او یاردمی او شدی در پهلوکت باشد. ولی اگر وقتی امروزا برادرای عزیز فرزندای ما و شما در فریاد کردن ما و شما لبی نمیگن، یا وقتی ما ترا میبینن مثال گویا کسی را ندیدن، یا وقتی ما وارد خانه میشیم پیشمان بلند نمیشوند، وقتی میشینیم در پشتمان یک بالشت نمیمانند، اینجا در برادر عزیز ای خودت گیله که ای اونه چیزی که کردی اگه حاصلش همو حاصل کردگی ده خطا ملامت که او را حقارت نکه که ای مثال فلانی ممبر یک کورپچه یک تکسری پشتی ما دمانی. برای آنه که او آدم این کار را باید میکرد تو باید ایتا به اهمیت به پروا نمیشیدی، اهمیت ندادی، زدی گشتی. امروز اگه احتیاج نیاز پیدا کرده لیکن این خوبی ها را تا از او دیده نمیتانی. برای همین برادران عزیز در نسبت فرزند صالح را به وای رسانیدن به خدا قسم تمام قوا و قدرت صرف کن. دائم دعا کن، چکلی که پیامبران دعا میکردن در حق فرزندا دعا میکردن که خدای مهربان بین اولی فرزند رب هب لی من الصالحین. حضرت ابراهیم دعاش بود وقتی بچه‌ش گفت اینی ارا فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا تری. بچه من فرمان گرفتم از الله مهربان در خوابم که من باید که دست و پای ترا بندم و کار در حلق دمانم ذبح کنم. چی میگوی؟ فانظر ماذا تری. بچه‌م در همین گپی من چی میگوی؟ ولی مفسران میگن که حضرت ابراهیم چی با بچه‌ش میپرسه که بچه‌م چی میگویی؟ ای باید نپرسه که امر گیری باید میبرد قربانگاه و قربانش میکرد.
مفسران میگن این به خاطر آن بود که ولی اسماعیل تولد ناشیده وقتی بشارتی به اسماعیل دادنش گفت ربی حبل من الصالحین، خدایا بچه میتی، بچه صالح میتی. اگه گفت همینجا میسنجش، اگر بچه صالح باشه میگه پدر من راضی، اگر صالح نباشه میگه من در این کاری که تو میکنی من راضیگی نمیتونم، من چی با مقصد قطعی تو میرم، چی با تو کار در حلقی من میمانی. میگه ابراهیم همینجا حاضر میفهمه که همین صالح هست یا صالح نیست. یکی بچه شی گفت قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. بابا گفت مادام امر شده باشه عجله کن، درو بیا ببریم. اگر به شرطی که اندیشت به سوی من باشد که من میوه فرزندی تویم، شاید مهر پدری داری تو، لیکن گفت در این مسئله بابا گفت تو من از زمره صابرها میابی، من صبر میکنم. بچه برادر عزیز تربیه نیکو که یافته بود، ببینید در چه خیل کار راضیگی میده. بازی ما اگر فیرادش کنیم و تربیه خوب نکه باشیم ممکن بشنوم آوازم نته، لبیت هم نگه. برای برادرای عزیز و گرامی در نسبت فرزند بسیار با احتیاط باشید. علخصوص الله مهربان به خدا قسم باور کنین برادرها، به یگان جای مبالغه بسیار امروز شرایط های خوب آمدگی های، امکانیت های خوب آمدگی های، ولی بعضی ممکن که اگر یگان هم تری نافرمان یا ممکنن یا که مقصد گپ مانه نگیرن بعد ملامت کنیم شرایط و دنیا را و وضعیت ها، لیکن اینا بهانه هم برادران. ما تا روزی 24 ساعت همین سگرم قطیم های، من نمیتونم در همون یگان تغییرات را آورده اگر بخوام. و همین برادرای عزیز دویم چیزی که ثوابش ببینین اجرش پاداشش خیرش در خانه قبر به تو میرسد، این چیه؟ فرزند صالح را که در دنیا میمونی. این بسیار برادرای عزیز نیکو است، بسیار خیر است. در این مسئله هم مسئله تری به اهمیت نباشید. سیم گفتن او مصحفا ورثه، امکانیت هست برادرای عزیز، مقصد قرآن به مردم تقدیم کن. من دارم مثال میرم میبینم یک قرآن 100 سامان، میبینم 100 سامان، میرم بچه های هست بیچاره قرآن خواننده که قرآن خریده نمیتونن، یا در خانه شون مثلا امکانیت نیست، میبرم قرآن میخرم میارم در خانه تقسیمشون میکنم میخوانن تا وقتی که همین قرآن باقی است ثوابش به خانه قبری ما رفته است. و حرکت کنیم برادران، اولا خود مالم در خانه قرآن خوان باشه. انامین عیب هست برادر عزیز، عیب هست که در خانه آدمی که مثال از کلانتر تا پایانش همه بگه الحمدلله مسلمانمون نه که قرآن خوانده نتونه، انامین عیب هست. یک یهودی، اگه یهودی ها را همه من میدونیم برادر عزیز که حتی در قرآن هم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین که اینا نسبت میتن با کی؟ نسبت میتن سوره فاتحه را اخیرش، نه بر راه آن کسانی که به اونها غضب کردی، میگه این یهودی هاست، و نه راه آن کسانی که اونها گمراه شدند، میگه این نصرانی هاست. انا همون نفری که الله به اونها غضب کرده است، من در اینترنت دیدم ایراد گرفته. چی ایراد گرفته است؟ گفته است که همین مسلمان مردم قرآن نمیخونن. یعنی گفته است من مسلمان نیستم، خب برای من این کتاب قرآن هم هیچ مقصد مقدس هم حساب نمیکنه، ولی من همین مسلمان هایی که
کتابشون قرآن است، یکی قرآن میخونن. ما حدیث داریم از پیامبر گرامی که هر کسی که اگر هر روز 40 آیت نخونه، یعنی یک ورق قرآن بگه ممکن 40 آیت باشد، اگر نخواند قرآن روز قیامت از پشت این شکایت میکرده است که الله مهربان همین آدم در یک دور زندگی کرده بود که قرآن در خانه جنایت نبود، قرآن خواندن جنایت نبود، پس میخوان، بلند میخوان، بسیار میخوان، کم میخوان، یک کس به این کار نداشت. لیکن همین آدم تماما بر من یگان اهمیت نمیداد. خدای من بالای همین شکایت دارم. انمون یهودی ایراد گرفته سای مسلمان ها قرآن نمیخوانند. بعد از اون چی میگه؟ میگه اگر قرآن هم که بخوانند معناش نمیفهمند. بعد از اون سیم گفت اگر قرآن هم بخوانند معناش هم که بفهمند، لیکن به قرآن عمل نمیکنند. بسیار ارادای همین درکاری و لازمی را برای ما و شما گفته است. برای همین برادرای عزیز و گرامی سعی کنیم، حرکت کنیم. قرآن خودش در خانه برکت است. ای وقتش برادرای عزیز، من یاد دارم اکل او قدر اگر انا جوانی بدم نباشیم و پیری بدم نیستیم، لیکن یاد دارم که همین قرآن ها را تا 1000 سومی سویتی را می خریدن. 1000 سومی سویتی این به حد پولی کلام بود. می خریدن بیچاره، بسیارش نمیتونست خونده، همین لطکا را می پیچوندن و هم در نوع خانه در جا می موندن. می گفتن در خانه برکت است. گاه بعد وقتی شنیدن از داملا که یک تازه کن در کار، می بردن یکون کسی یک ماه دو ماه میدان می خوندنش، با میارد و می موندش. اگر ما حاضر مقایسه کنیم محبت همونا و سعی اونها ای امروزه ما خیلی بهتر است. برای همین برادرای عزیز سعی کنید قرآن بخونید. هر حرفش در 10 ثواب میگیرید. هر حرفش 10 ثواب. میگه از سوره فاتحه، یک سوره فاتحه 600 ثواب داره. این یک سوره فاتحه را که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم همین بخون تو وللضالین 600 ثواب میگیری. ولی برادرای عزیز این چیزا را ممکن برای ما و شما حاضر او قدر جدی نتاوه. لیکن ما در روایت هامون داریم که روز قیامت وقتی که ترازوی اعمال در نیکی هامون میمونند، بدی هامون میمونند، بعدا میگه ابولیث سمرقندی در کتابی انا تنبیه الغافلینش میاره، میگه بعد طرفی همین نیکی ده با وزن یک دانه برنج ثواب در کاری که پله ترازوی ثوابی تو زیاد بیا و ترا مقصد همون راحت بتن بگه بدرو جنت همون نرسیده سای. الله که ذاتی مهربانه میگه برای خیلی مادر داری، پدر داری یا دوستا بسیار داری، بگو شان کمی تند. پیش 10 نفر میریم، میگه شاید خودم به همون چیز باید نیاز پیدا کنم. اگه برای اینجا جای تری دستگیری و جای یاردم اینجا نیست. برادرای عزیز اونجا بعد ما خیلی که میگیم به قدر همو حیات آدمی میرسه که وقتی میمبره، به قدر این تن سیاته که نازی شیشتیم ببین یک طبق شوربا را میخری تن سیات های، به قدر این تن سیات وقتی میرسی که دیگه ای هر قدم یک ذره بیمار میشه. یکی به قدر انامون ثواب ها اونجا ما میرسیم که دیر میشود. اینجا الله ما رازی مهلت داده، وقت من داده. با اینه شبهای مثال بگیم اینا زمستان یا تیرما بگیم شبهای دراز است.
آدمی بگه عبادت کنم، عادتی بگه اگه ورق قرآن خونم، همه شرایط هست. پیامبر میگه مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجة ریحها طیب طعمها حلو. حضرت علی میگه مثال مؤمنه که مثال مؤمنه که انا قرآن میخونه مثال اپلسینه، میگه اترجتی رنگی این میگه همو رنگ اپلسینه، هم میگه مزه شیرینه هم بوی خوب داره. مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمر. پیامبر میگه کسی مؤمنه لیکن قرآن نمیخونه، یا مثالشون رنگ خیرماه یا مزه شیرین دارن که مؤمنن، لیکن قرآن که نمیخونن بوی ندارن، بوی ندارن. یعنی یک درجه پستیم، یک درجه کم آمد کسی. یک خانه دا مهمان شدم، مهمانی بردن من، پدری دختر برد من، گو بیا بریم، گو ما را هنه قدمون طلبیده ایم. خیلی رفتیم شیشتیم بود که بعد همو نفری ما را برد، این دختر داره یکن، دخترش در همون خانه کلینه. بعد همین پدری همون خانه دار در آمده ایم دارم، همین دستا در پیشیم خیلی. بابای حاجی گفت من نمیدانم گفت شما را چه خیلی تشکر کنم، دختر داره گفتیسته. من نمیدانم گفت خدمت چه خیلی تشکر کنم. هزار رحمت گفت بر همین تربیه که همین دختر تا کردی. ای روزی که همین دختر شما آمد گفت به خدا کی گپای همو ای روزی که همین دختر شما آمد گفت ما در خانه قرآن نداشتیم، نمی همه ما را قرآن خون که گفت من خودم قرآن میخونم، زنم قرآن میخونم، بچه هم قرآن میخونم. ولی گفت نه گوده که کرم یاد دادی سای همه که میشینیم گفت رنگی لای دسترخوان در چایخری واری همه که میشینیم ما قرآن میخونیم به خدا گفت راحت میکنیم. دیگرگون شدیم گفت ما گفت همه خوابی کدگی ما گفت ساعتی 9 میخیزیم 9 داده چای میخوردیم، ولی ما در ساعتی 6 چای میخوریم. همین مینداری کده دیگه. این مرده که بابای حاجی هم بیرون در برای چقدر دیگه همون سرک رو در شیشتا همین قد گریه ای کد که گریه خرسندی که الحمدلله رب العالمین که پشت فرزندم اینقدر سخنایی دم، من پشت فرزندم اینقدر رحمت شنیدم. برادر عزیز این آدما پاس میدارن. اگر دختری من هم که قرآن خوان برود خانه همون شوهرشو همون خانواده اگر همین قرآن خوانیش بینن البته تشکر میکنن، البته رحمت میگن. برای همین برادر عزیز میگه سیوم چیزی که پیامبر گفت خانه قبر دم راحت شما میبینی قرآنی که در دست مردم میتی که بچه هم بخوانه انشاءالله برکت ای خیره. دیگر چیزی را که پیامبر گفتند چهار کسی که از مبلغش مسجد میسازه. الله در سوره توبه میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. خدا میگه میدونین که مسجد کی بنیاد میکنه، کی تعمیر میکنه؟ الله خودش گواهی میده، خودش میگه من گواهی میتیم که او ایمان داره و ایمان که داره و تعمیر میکنه مسجد، آباد میکنه مسجد، زیبا میکنه مسجد. پیامبرم گفت کسی مسجد میسازد خانه قبر دم که باشد مردم همینجا که نمازش خوانده است ثواب همی بر روح همو رفته است. برادر است دیگر او بیتا لابن سبیل بناهو دیگرش کی بود؟ نفری که در ماه نیستین
من در خارج بودم، وقتی خارج بودیم این سال ما در خارج بودیم، کسایی که مهمان خانه را به خاطر ثواب میسازن، مهمان خانه به پول میره 5-6 قبطای خانه دو تامگوی 3 تامگوی میبرن جاد میکنن، در همونجا خراب میخری، خواب شاوتا میگذارونی، 2 شاو میسی، 3 شاو میسی، همش از حساب همون مردکه که مهمان خانه ساخته، یگان تنگه صرف نمیکنی. پیامبر گفت هر کسی مهمان خانه میسازد که در او مردم مقصد نمی غریبه، بیچاره، درمانده، ره گم زده میروند در همونجا شبشون شوگه میکنن، با مثال رهشون دوام میتن، اینها هم در خانه قبر ثواب همون رسیدن میگیرن. و نهایتا اخیرا با چی گفت؟ بعد گفتن که او نهرن اجراهو. اینش چی بود؟ هر کسی که زمین میکاود و آب میبراره، نهرن اجراهو، میگیم که در قشلاق شما در آب نیاز داره، مردک پول داره، میاد در 20-30 هزار دلار مثلا یا 50 هزار دلار یک آب میبره، تمام محله را تامین میکنه. خانه قبر دم که باشد همون یک قطره آبی را که اون مردک میخره، آبازی میکنه، طهارت میکنه، ماشین میشوه، درخت ها میته، ثوابش بر روحی او رفته ایسته. خش به حال همین کسی را خدا پول بته و با توفیقش بته، ای دیگه ای ده خدا داد نیست دادم، نه که پول بته تو بعد دیگه همین ایسته دیگه نه دوبای مانه و نه دیگه قورستان مانه و بزنی پول هر جا در حرامی و حرجی ده و یکی بعد یکون درد قطی بگیره برد، ای حسرتی میبریدم، سخت حسرتی میبرید. نه که پول باشه و انا جای صرف، انا جای خرج کردن، یا را بکن. در دنیا هماخی هر یک آدم میگه خدا برکت شده، ای خدا همه بنده تا حفظ که، همه یک برکت شده، همه گپ در این برکت است، پول هم هست، آب رو هم هست، فرزندای خوب هم هست، همه چیز در این برکت میدروید. شیخ سعدی میگو پریشان کن امروز ای گنجی نجوست، ای مردکی که امروز مالداری پولداری، پریشان کن امروز ای گنجی نجوست، که فردا کلیدش نه در دستی توست، که پگگ منک تا که بستن کلیدا را دستت میگیرن، شانسکا را همه را دستت میگیرن. بعد چی گفت؟ بینه بر کفی دست هرچی هست، که فردا بدندان گزی پشتی دست. بکو بچم هر کاری که میکنی بکو، که این پگش از اینجا قاری خون که نمیدانم که میخیزی یا نمیخیزی. ولی معلوم نیست که ما همین پگه زنده ایم یا مرده. قرآن میگه ولا تدری نفسون ماذا تکسب غدا، نمیدانی پگه مرده یا زنده. برای همین هر کسی که آب میبراره میگه اینم در خانه قبرش راحته. اخیراً او صداقتا اخرجها من ماله فی حیاته و صحته یلحقه من بعد موته. پیامبر ما گفت کسی که باز همون مالدارهایی که از مالشون صدقه میکنن، از مالهاشون صدقه میکنن زمانی که بین همه امکانیت در دست شد. ولی ما داریم یک نفر میگه آمد پیامبر پرسید ایو صدقتی اعظم اجرها، حضرت ای همه صدقه بزرگترین کدام ای؟ بعد گفت انت صدقه انت صحیح شحیح. گفت افضل ترین صدقه، گفت بالاترین صدقه هم صدقه است که همه گپ در دهنت باشه، در بلاکای پات قایم باشی، یعنی مقصد همون خراجات و صرف همه به دست خودت شد. تخشى الفقر و تعمل الغنا. بعد گفت
وقتی که مبلغ میبروری $1000 وقتی میبروری میتی تخش الفقر میگه یک ترسی همون پولم در تو پیدا میشود و تعمل الغنا باید ترسم پیدا میشود که یه ایسری مقصد و پولا ای خرچ کم شید. انا صدقه میگه بهترین شمیه که وقتی بترسی که کمبود میکنم یک کمی یگان کارکم در کار میاد یا ایسری دولتم کم شیده است همه چیزا میگه اگر چی دقت داده است لیکن تو براورده داده است. بعد گو ولا تمهل حضرت ابی ولا تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا ولفلان کذا الا وقد کان لفلان. گو بچم مهلت نگی که جان در حلقت آمده بعد بگو اینجا بیا بچه جان اینجا بیا اپا جان بیا همسایا اینا بر فلانی رفته اینا بر فلان. گو بیتم دیگه این مالی فلانی میشود. او زمانی در کار بود که تو بالای دستت بود همه کار در دهنت بود همون چی باید تو میکردی دیگه اگه تو مردن تا مقصد رشه ببین این خودش تقسیم شمی آورد. اینها هست برادرای عزیز معنای حدیثی که من از ابتدا برای شما خواندم. خدا کنه که ما را توفیق دهد که ما همین حیاتی که داریم حاضر وقتایی که داریم همین را غنیمت بشماریم. چیزی ای دستمان میاد جناب فردوسی در شاهنامه میگفت جهان یادگار است و ما رفتنی زی مردم نماند بجز گفتنی بنامی نکو گر بمیرم رواست مرا نام باید تن مرگ راست. فردوسی میگه همین قیبم برم که ای پشتم بنکی یادم کنن بس همین بنکی یادم کنن نامم گم نشوه دویم بنکی یادم کنن انا برای او انا این حدیث پیامبر برای نامت گم نشوه بهترین نقش میبازم بهترین نقش میبازم. خداوند باز همین پدر رحمت و مغفرت کنه خاتمه هممون بخیر کنه میل محبت همون با بدین خدا زیاد بگردونه. جناب الله صوفی علیار میگفت که بهترین عمل که موصوف است نهی منکر امر معروف است. خدا از بهترین عمل در نامه اعمال ما و شما نویسنده گردانه. خداوند در این خاندان فیض و برکات نازل کنه آفت و بلا را دور گردانه. خدای ملک ما را همیشه در حفظ و امانش نگهبان باشه و الله مهربان این دردی که تمام دنیا را باز چقدر حاضر اوج گرفته است خدای مهربان از سر جمله بندگان دور بگردانه. خدای مهربان تمام دنیا را تینج کنه امان کنه. این قدرت ها و این عدوت ها و این بدبینی هایی که در دل این انسان ها پیدا شده است خدای از دل های ما کنده و نابود بگردانه. در جاش یک مروت در جاش یک محبت در جاش یک رفقت و دیگر خوبی ها را الله مهربان جایگیر بگردان. اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا ارحم الراحمین. الله حفظ کنه برادر. خداوند نگهبان.